درود بیننده عزیز شبکه اجتماعی دلیر ممالی، امیدوارم شما خوب و خوش و سلامت و سر حال هستید و ماه شریف رمضان برای شما بازم مبارک باشد. خدا کند که روزه و طاعت عبادت که در این ماه داریم ما به درگاه یزدان پاک قبول گردد. ما در شهر دوشنبه قرار داریم و میدان دوست داشته من، یک از میدان‌های دوست داشته من در شهر دوشنبه، این میدان به نام صدرالدین عینی و این گروه دوستای ما، نفرش هم از کوشانیان، دو نفر دیگه هم از دوشنبه، یک تصمیم بسیار عجیب دارن. تصمیم دارن که در ماه شریف رمضان با همین دو چرخه‌هاشون تا خانه خدا، تا عربستان سعودی بروند، مکه و مدینه. بیاید دقیق‌تر با خودشون صحبت میکنیم که در برابر این تصمیم چی خواهش و درخواست از ما دارند. بیننده عزیز، این پارچه ویدیویی را دیدید که برادرای ما میخوان به حج بروند. ادامه‌اش کمی بعدتر میبینید. شما اگر در فدراسیون روسیه هستید و میخواهید در شرکت یاندکس تاکسی راننده باشید، پس میتونید با شرکت مامرایم مراجعت کنید که اون پیوستگر شما با یاندکس تاکسی میباشد. تاکسی پارک است و شما از خدمت رسانی تاکسی پارک مامرایم اگر استفاده برید با فایز همگی 128 و با برنامه کاری که دارید در 24 ساعت کاری در 7 روز هفته میتونید مبلغ خودتون بگیرید. من سراغه شرکت مامرایم در جای اپیسان، یعنی شرحی بیشتر میگذارم برای شما. رقم‌های واتساپشون است. این شرکت با باوری است، سرتیفیکات جزئی فعالیت در تمام فدراسیون روسیه را دارد. شرکت تاکسی پارک مامرایم فقط یک خواهش کردن ایشان که متاسفانه گفتن با حجت رانندگی از تاجیکستان یاندکس تاکسی دیگر قبول کردن نمیتواند شهروندان. متاسفانه اگر شما حجت رانندگی از قرقیزستان، قزاقستان، بلاروسیا و روسیه داشته باشید، میتوانید مستقیما مراجعه کنید به شرکت تاکسی پارک مامرایم. ادامه ویدیو را میبینیم که دوستای ما چگونه میخوان به خانه خدا بروند. سلام علیکم برادر. علیکم سلام. نام شما چی است؟ نام فامیلی؟ دلوار غفور و میرزا جلویچ. از یک لحظه. شما ساکن کجایین؟ ساکن ناحیه کشانیان، دهه مهنت آباد. اول دوشنبه شما ماشین کتونه دو چرخه کتینه؟ بله بله. از سببی که حاضر روزادار هستم کمی قین است، با هم خاطر با ماشین اومدم. پس نیته که به خانه خدا رفتن دارین در ماه شریف رمضان با چه میشه دو چرخه کتی؟ وقتی که نیت میکنی همه چی به خاطر خدا، خداوند خودش قوت میده. قوت میده ان شاء الله. بابا حاجی درود به شما. سلام علیکم و برکاته. صبحتون بخیر باشد. شما نام نصبتون با اجازه؟ نام مسعود من اکبر سعید. چند ساله هستین؟ سال 58 اومدم. 58. ان شاء الله پای بردم با دو چرخه نیتی رفتن دارین؟ ان شاء الله پای بردم با دو چرخه نیت دارم که از دوشنبه تو با مکه ان شاء الله خدا تعالی اسکار باشد بریم ما. شما اگه مرتبه دیگه رفته بودین؟ نه با دو چرخه نرفتیم. ولی این خیر رفتگی با دو چرخه نه. حج فرضی کردین یا عمره؟ فرضی ان شاء الله. حج فرضی. این دفعه حج عمره نیت دارین؟ ان شاء الله خدای تعالی برساند. فرق نیست با ما کدوم حج این تو با اونجا این با همچی bayrak وطن تاجیکستان بالا بارشه تا مکه و مدینه بریم. همچی ما دولت سرور داره، ملت داره، ملت تاجیک ها به همه جهان معرفی نمونن که بگذار خلق تمام جهان فهمن که با ما پرچم داره و دولت مستقل داره. سلام علیکم بابا حاجی. خب برادر جان درود به شما، صبح بخیر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نام من شکیر، من از شهر دوشنبه هستم. ما می‌خواستیم که همین نیت کردیم که در شهر سعودی رویم با دوچرخه، با اون نیتی که همین با جوانان یک درس شود که همین با سپورت مشغول شوند، بسیار کاری خوبتره و به کاری خود شما نگیرم، همین کاری که در کاری ده مشغول شوند. سلامت باشین. خب من سبب مراجعت فهمیدم که براتون میتونید داخل تر شم. یکی از این نفرات چی مسئله دارد که میخواست که از ابونتچی ما یک خواهش کنن. از این سه نفر چی مشکل داشت؟ شما بوده؟ آها. شما برای همراهی برای دستگیری اومدین؟ خیلی هم دستگیری کردیم شما با کمی دستگیری. اولش دعای شما بهتره برادرها، برای که دعای یک چیزی بهترین است از برای برادر مسلمان، برای خواهر مسلمان. دعا کنیم که هر یک بنده که در دل نیت این روحی دور را رفتن را دارد، الله مهربان مستجیب گرداند. بهترین این ماه هست که خدای تعالی با همین روز ما با همجا رسیدیم. بهترین روز است که روی مغفرت و آزاد از دوزخ تو خدای ماه رمضان ماه خیر است. خدای تعالی کسی اگر بتواند با این برادر ما
دستگیری کند و کمک چند قیمت را خداوند با راضی الله تعالی با این برادر ما کمک برساند که بگذار این برادر موضوع خود به جامعه عمل کشد و با همچنین با ما پرچم وطن تاجیکستان را با ما برداشته تا مکه مدینه ان شاء الله خدا نصیب بشه میرود. آرزوی ما با همین است که این برادر را دستگیری کنم. سلامت باشین. برادر جان، من میدونم که شما هم در یوتیوب صفحه دارین؟ بله بله با دوچرخه حرکت میکنید در اونجا؟ بله، من بسیار جای تاجیکستان، بسیار جای تاریخی و زیبا خوشروی زیباترین جایهای تاجیکستان رو رفته با دوچرخه سیر کرده و در کنار خود دلوار غفور رو همچون نام فامیلای خدا میپرتویم. مشکلی من همین مبلغی که ما در راه باید صرف کنیم برای خوراک، مشکلی یعنی که همین مبلغ است. در جمع چقدر برای شما لازم است در این راه؟ در جمع همگی 20,000 سومانی. شما خرجی ویزا و اونجا مهمانخانه و اینا چی میشه؟ همش در همین خوش است. یعنی همگی 20,000 سومان باشد شما الان میتونید راه برین؟ میتونیم راه بریم. بله. مسئله حجت گذاری چی شد؟ حجت گذاری کمیته های داخلدار تاجیکستان همه را به کلا گرفتن که ما همش تیار کرده میتیم. حاضر من بعد از این به همونجا میرم. یعنی 20,000 سومانی و شما با پرچم تاجیکستان 3 نفر تا خانه خدا دوچرخه کتی میرین. ان شاء الله ما باور دارم که بچه‌ها پیدا میشن، دستگیری میکنن. و نیت کی است که باید راه برای شما؟ از این چخیلی که شما در پیشتر فهمیدین، از این بابایم و اکام همه مقصد مشکلاشون حل است. حاضر فقط مشکلی در من است، اینها مرا نگاه دارن. یعنی که من که مبلغ جمع شد، منم ما همه رسپور میشیم میشه. رقم تلفن میگن، کارت بانکی میگن، چی میگن که مردم به هم بشنوه و من هم مینویسم زیر اینجا در متن؟ کارت بانکی نمیدونم، فقط رقم تلفن میتونم گفته. رقم تلفنتون میگن دوشنبه کارت الف چیزی ندارد، پیوست شدگی نیست؟ نه، فقط رقم تلفن دارین. چیز کردیم و آزی نگرفتیم، یعنی که افورمیت کردیم و زیرش تیار بشه. پس تو بگو که این ویدیو رو من نشر کنم، شما پیدا میکنید که مردمی که از خارج میخواد مبلغ بگذارونن که باشد رقم کارتتون میشه تو بگو. سلامت باشید. همگی 20,000 سومانی. 20,000 سومانی. سلامت باشید. بیننده عزیز، این در آخری صحبتی که ما با ایشون انجام دادیم، فقط چند علاوه دیگر هست که این برادرها گفتن که یعنی بغیر از حجت ها اجازتنامه عربستان سعودی مونده. بله، باید اجازتنامه عربستان سعودی بیاد، این اصلاح میکنیم و این امکمون هم که خدا عمرشون تیاد حال بقوتن ان شاء الله ما در خانه خدا میبینمشون با دوچرخه. گفتن که نفری که اینا رو مبلغ گذاری کردن نامشون چی بود؟ حسام احمد. حسام احمد از دبی بود، نه؟ دبی است. بله، حسام گذاری کرد و با ما رو دستگیری کرد. است که خدای تعالی نصیب کنه. تا اونجا را برسیم ان شاء الله. سلامت باشین. خب برادر عزیز، این برادرم کارتی مادرش برای چند روز آینده اینجا میگذارن تا اینکه همون مبلغ‌هایی که شما می‌خواین خیر کنین برای رسیدن این برادرها تا خانه خدا. البته این دویشون هم مشکل ندارن، فقط این برادرمو و با کارت مادرشون میگذارونه و رقم تلفن خودشون هم در جای اپیسانی و شرح بیشتری و پایین همین ویدیو من مینویسونم. خدا کند که ما برادرای عزیز نزدیکترین روزها در این ماه شریف مبارک در خانه خدا ببینیم. نیت چند روز از سفر، چند روز از روی نقشه؟ 70 روز، یعنی ماه شریف تمام میشد و فکر کنم که عید قربان هم نزدیک میشه. یعنی 70 روز هفته اومد، یک طرف فقط 70 روز. پس با فکرم که ماه عید قربان هم همونجا میشه. اگر ما نیت داریم که در فرضی، یعنی که حج فرضی هفته. خدا کند که به آرزوهای نیکشون برسن و من باور دارم که صاحبکارای دست به خیر و مردمی که دست و دل کشاد داره در ماه شریف رمضان برای این برادری عزیز دست کمکشون میرسونن. زنده باد صلح، ثبات، آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. پدرود تا درودهای دیگر. تشکر به شما اگر این ویدیو ما را دیدید. امیدوارم به برادرها کمک میکنید که تا خانه خدا رفته برسن و در این برابر باور دارم که از شرکت تکساپارک مامارایم در حدود فدراسیون روسیه استفاده میبرید که این شرکت دارای سرتیفیکات میباشد و همگی با فایز 12.8 برای شما خدمت میرساند. یعنی پیوستگری شما با یاندکس تاکسی میباشد. فقط برای از خدمت رسانی شرکت مامارایم استفاده بردن از تکساپارک شما باید حجت رانندگی از قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و بلاروسیه داشته باشید. متاسفانه از تاجیکستان قبول نبوده است، متاسفانه. در 24 ساعت کاری در 7 روز به استراحت شما میتوانید توسط برنامه مبلغ کار کرده خودتان بگیرید.
و باور دارم که تاکسی پارک ما مرایم برای شما فعالیتی با ثمر با صفت و حرفه‌ای را پیشنهاد میکند.